سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون بیش از حد عالی باشه. خیلی خوش اومده به ویدیو جدید با امیر حسین. سلامت جا خونید، چه خبر؟ بخوریم که آفتابه یه ذره ظهره. خب قرار چیکار کنیم؟ بچه ها از اونجایی که ویدیو قبلی رو زیاد دیدین 6 بازی داشته و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. دیدین که بیشتر دست بچه ها کیندی میندی هست. ما اومدیم یه دونه کیندی رو بگیم باز کنیم ببینیم چی توشه. شانست به نظر چی؟ این بسته بندیش آقای راموس. بچه اگه دوست داشتین ویدیو بیشتر بگیریم حتما دنیا سابو بزنید، زنگ رو فعال کنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که کیارش بری براتون ویدیو گذاشته و بیاین ببینید. خب بچه ها بزن بریم. یا آقا این کار من در بیان ای کاره شد کیندی. او بچه هست بذار اول بچه ها بریم. یا چلسی. خب بچه ها اولیش این بود. یا خودش پیتر چکس حاجی. اینو بذار من بریم حاجی یا ریدم کروس مشکی. بچه ها کروس مشکی حاجی یا اول فصل برچسب میشه یه دونه دوتایی در اومد، یه دونه اینجوری در اومد، یه دونه هم اینجوری در اومد. حاجی تونی کروس نکن این دوتا رو سود حلاله، ولی خب این یه دونه کمی اینجوری. آره چی هست؟ بچه اگه شما اینو میشناسین تو کامنت ها بگی میدین که همه کامنت ها رو میخونم. بچه اگه دوست داشتین ویدیو بیشتر بذاریم داخل کامنت ها بهمون بگین. بذار برچسب باشم بهشون بدم چون این هم برچسب باشه یه دونشه. این به نظرم خیلی باله. آجی مسی رو آماده شد زمان پفک پفیلام بایسته اینجا نمیشه رفیق میتونی با کد نمیدونم چی تا 50% از فیلمو برای خرید اشتراک تخفیف بگیرید. عجیبه ولی خب بچه ها انتظار بیشتری از این باکس داشتم. ولی این خیلی خوب بود. تونی کروس مشکی 91. تونی کروس چی میگم تونی کروس پیتر چکس، ولی خب یه کمی ناشناسه نمیدونم کیه. حالا بگی مبارکت باشه. بچه ها در ویدیو بعدی هم امیر حسین میخواد یه دونه بگیره. اگه دوست داشتین ویدیو بیشتر بزنید حتما تو کامنت ها بهم بگین، میدونین که همه کامنت ها رو میخونم. تا ویدیو بعدی همچنین شاد پرانرژی و خفن بمونید.